صفحه نمایش مولتیمترها از روز اول تا الان چه تغییراتی داشته؟ تو این ویدیو قرار با هم بررسیش کنیم. اولین مولتیمترها که ساخته شد، صفحه نمایشاشون آنالوگ بود و به وسیله یه عقربه این مدلی میزان مقدار رو نمایش میداد. یه مشکل بزرگ اینا داشتن، تو تاریکی امکان دید نداشتن. پیشرفت کرد و مولتیمترهای دیجیتال اومدن. مولتیمترهای دیجیتال با صفحه نمایش دیجیتال که 7 سگمنت دارن. باگ اینها این بود که در نور زیاد و در تاریکی مطلق امکان خوانایی نداشتن. پس یه نسخه بهبود یافته از اونها تولید شد که دارای بکلایت، با یه دکمه یه بکلایت روشن میشه تا مشکل کار در تاریکی رو حل بکنه. ولی همچنان این مدل هم توی نور آفتاب و نور زیاد خواناییشون رو از دست میدن. راه حل چی بود؟ مولتیمترهایی با بک مشکی و 7 سگمنت ها و مقدار داده های با رنگ و نور سفید تولید شدن و بهترین نوع صفحه نمایش تو مولتیمتر همین